طرز تهیه سوپ مرغ. مواد لازمه: گوشت مرغ نیم کیلو، پیاز 2 عدد، کارنفلاور 3 قاشق، سرکه 2 قاشق، سس به مقدار ضرورت، تخم مرغ 2 عدد، گالینا بلانکا یا سوپ مرغ 1 یا 2 عدد، چتنی به مقدار ضرورت، نمک و مرچ سیاه به مقدار ضرورت. ابتدا گوشت مرغ را با 2 عدد پیاز و 7 گیلاس آب یخنی میکنیم. همچنان 2 عدد گالینا بلانکا و نمک هم اضافه میسازیم. حال 15 دقیقه بعد گوشت را در یک ظرف جداگانه میکشیم. و آب یخنی را در یک ظرف جدا. فعلا گوشت مرغ را با دستان خود ریشه می سازیم. اکنون تخم مرغ را لط زده با آب یخنی اضافه می کنیم. بعد یخنی را در دیگ انداخته و بالای حرارت میگذاریم. سپس گوشت مرغ را علاوه میکنیم. بعد در هنگام جوش سرکه را اضافه میکنیم. بعد سس. به می ترتیب کارنفلاور را هم اضافه می کنیم. همچنان مرچ سیاه. وقتی که به جوش آمد سوپ آماده است و در ظرف میکشیم. بعداً به خاطر تزیین از ترکاری ها میتونیم که استفاده کنیم.